I won't recommend to play Black Ops 7, guys, because it's bad and pity. فیلیپس اینجاست، همین آقای تو اینجاست. متاسفانه این شورت مربوط به نظرم درباره بازی بلک آپس 7 که تأسف داره بگم به شخصه خود ازم خوشم نیومد. عق بود از بلک آپس 6 و کودوار و 4 و 3 و 2 1 عق ترین حساب اومد. چی کار میکنی آخه اکتیویژن؟ شیار گن زدی دیگه بهش خاطره. من چی دیدم؟ کاش که نمیدیدم. هارپر رو اگه دقت کرده باشید وقتی من باز فایتش بجنگیم اصلا چی بود؟ باز فایت بود بگه نه مودش با یک ورژن اسکیبیدی تویلت هارپر میجنگیم. آره بچه ها نظرم به شدت منفی تا آخر عمرم منفی. خوشم نمیاد. بازی به شدت عقی بود، انی بود، خیلی یعنی از ونگارد ماستر از این پیدا نمیشه. این کار من کر ماست بگیره، ماستی که اصلا هم میخوری. اگه شما نظرتون با بلک آپس 7 مثل من بده بیاین تو کامنت ها، هرچین لایک و سابسکرایب کردن نظرتون رو اعلام بکنین. به حضرت عباسی خوشم نیومد. حضرت عباسی خوشم نیومد. چی کاری داری میکنه اکتیویژن؟ رفتی ریدی تو بلک آپس. چی دیدم بخون اسکیبی تویلت خیلی دیگه از فیلم سینمای کپی پیست کرده. بعد آقای راوی کامتکا پلاس بیا و ببین که بلک آپس 7 از ونگارد ماستر شد و من میخوام پوزش بترم از بلک آپس 6 بلک آپس کودوار و بلک آپس 3 که بهشون بی احترامی کردن. فکر کنم بازی بدی بود. وقتی دیدم بلک آپس 7 اینقدر رید از بلک آپس 3 بدتر تصمیم گرفتم پوزش بدرم ازشون. بلک آپس 3 اصلا بازی خوبی بود، شاید یه خورده مشکلاتی چیزاش ولی خب بازی خوبی بود. خیلی هم عالی، خوب تونست نشون بده بلک آپس اگه دارنده برای چی میشود. حتی بلک آپس کودوار و 6 پس زمینه رو به خوبی نشون داد. لایک و سابسکرایب فرمودید.